جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. اولین سوالی که برادر پگا میمبری بی نمازی با نمازی پگا میمبری وقتی مردی پیامبر گفته این سخنی پیامبر میگد که اول چیزی که تو را راست میکنن میپرسن همینه نماز تا ادا کردی یا نکردی. از همین شما را میپرسن برادر عزیز. وقتی پرسد که نماز را ادا کردی یا نکردی آخی بهتری میشود که مقصد که خیر نخواندم یا که آخی این گپ گفتند میدونی چقدر برادر عزیز برای تو خجالت میشود. برای برادرای عزیز بی نماز نباشید. شما نمازان را در همه حالت خوانید. هر زمان همین ساعت عمر شما تمام شدنش امکان دارد. هر زمان بیدل میگو یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک تا قبرستان همون که میبرن میگرانند بین قبرستان و بین تو میگه یک وجب است دور نیست. یک وجب راه است بیدل از تو تا دامان خاک در سر میجگان چو اشک ایستاده ای هوشیار باش. رنگ یعنی اشک سر میجگانی یا این زمان میافتی یا زمان دیگه. باید شما برای چی پیامبر میگه استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آن که مرگ به سراغت میاد تیار باش. تیار با معنای این نیست که شما بشینم. تیار اینه که نمازکم خواندگی است. کسی را در حیات تهمت نکردم. حق کسی را نخوردم. زن کسی را دست درازی نکردم. ای حرام های او استفاده نکردم. برادر تیاریم همینه. همه طرف تیارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که تا اگر تیار نباشی سرت در بالیش نمان. تیار که همه سرت بالیش نمان شاید در هم خواب جانتا بگیرم. برای برادرای عزیز از الله بترسید. زیرا حق ترسیدنی هم دارد. خدا پرده کنه این کار و رفتارهای ما و شما را که وقتی در ما و شما این عمل ها نباشد عیب در مسلمان. خداوند بازم خیرتون ایمانتون را کامل کنم. میل محبت خواهشتون را با بدین خدا زیاد در کنم. همیشه شما که در غریبی در سفری خداوند خودتون را کشایش بدم و قرار بدم و الله مهربان بازم توفیقاتون را زیاد کنم. خدا ترسیتون را زیاد کنم. برای برکتتون و الله مهربان گذشتگانتون را رحمت و مغفرت کنم. بیماریاتون شفا بدم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. السلام علیکم و رحمت الله. جمال